یعنی آب و هوای شهر من الان اینجوریه که پنهان کردن که نداره، من اردبیل زندگی میکنم. آب و هوای شهر من توی بهار اینطوریه که تو نمیدونی چی بپوشی. مثلا تاپ تنم بود ولی مجبور شدم اینو بپوشم. تاپ و دامن دیروز تنم بود چون دیروز هوا خیلی گرم بود. بعد امروز مجبور شدم یه شلوار پاییزه بپوشم و اینم از روش بپوشم چون سردم بود. خلاصه که آره، ما نمیدونیم چی بپوشیم اینجا. بهار که میشه واقعا نمیدونیم چی بپوشیم. من راستش نمیدونستم در مورد چی باید حرف بزنم اگه بخوام ولاگ بسازم و خب برای همین ولاگامو بی صدا میذاشتم، یعنی بیشتر از کار روزمرم براتون ولاگ میذاشتم. بعد خب توی اینستاگرامم خیلی پست و اینا میذاشتم و توش با آدما در مورد چیزای مختلف حرف میزدم. حرف که نمیزدم، در واقع مینوشتم. بعد دیدم اونجا خیلی طرفدار نداره، داره ها کمه و آدما چون لحن منو نمیشنون اونجا ازش برداشتای اشتباه میکنن از متنم و خب بعد مثلا بعضیا واکنش هایی میدن که هم من اذیت میشم و هم دیدم متنم اونا رو اذیت میکنه. خب بعد یه مدت با خودم فکر کردم، گفتم خب چی میشه، چه بهتر که برم توی بلاگام حرف بزنم. وقتی که ازم درخواستم میشه که بیا توی بلاگ حرف بزن، خودت هم ببینیم و اینا، چرا این کارو نکنم؟ من که با تصویرم مشکلی ندارم، چون که تو کانال یوتیوب دیگه هم تصویری ویدیو میذارم دیگه. اون ولاگ نیست، اون موضوعات تحقیقاتی ایناست. خب چه کاریه؟ برم تو بلاگام هم حرف بزنم، آدما چهره‌مو ببینن، لحنمو بشنون، بیان نظراتشون رو در مورد حرفام بگن، با هم گپ بزنیم، آشنا بشیم. و از دیروز یه اتفاقی برای من افتاد که امروز از صبح که بیدار شدم حالم خوب نبود. برای همین تصمیم گرفتم که بیام تو ولاگم حرف بزنم در موردش. اینو درست کردم، یه کاپوچینو آماده. بریم اونور پشت لپتاپ بشینم در حالی که دارم کار میکنم باهاتون حرف بزنم. نمیدونم صدای بارون میفته یا نه، ولی واقعا هوا قشنگه، خیلی قشنگه. دلیل این که من امروز شروع کردم که در واقع توی ولاگم صحبت بکنم، اتفاقی که دیروز برام افتاد. سر یه استوری یه نفر بهم دایرکت داد، بعد دایرکت حمله بود یه جورایی، یعنی مثلا من محکوم کرده بود به این که مثلا اشتباه صحبت کردیم. این اشتباهت اینجا، جمله‌شون اینجوری شروع کرد، اشتباهت اینجا بود که گفتی فلان. و اصل مطلب استوری منو نادیده گرفت و فقط دنبال اشتباه تروردن از من بود. بعد از گفتگو باهاش یکم دیدم که آقا این مدلش اینه که همش دنبال اشتباه در آوردنه، دنبال اینه که از من اشتباه بگیره و همش تصحیح هم کنه. یه جورایی انگار یه طوری حرف میزد که انگار میخواست تربیت هم بکنه. حالا این بماند. یه بحثی بینمون پیش اومد، با هم دیگه گفتگو کردیم. البته بحث بد نه ها، مباحثه در مورد اون مسائلی که داشتیم هم حرف میزدیم که حالا مهم نیست، یاد مهم چیزی که میخوام در موردش بگم. بعد آقا توی این مباحثه یکی اون گفت، یکی من گفتم و
و من خب بعدش احساس کردم که از یکی از گفته های من برداشت اشتباه کرده، برای همین بهش پیام دادم و بعد از مثلا 2-3 ساعت بهش پیام دادم و گفتم که ببین من احساس کردم که تو اونجا اشتباه برداشت کردی، منظور من این نبود و این بود و حالت مثلا عذرخواهی داشت حرف من. و این دوستمون یهو برگشت در جواب من گفتش که ول کن بابا، تو هم مثلا چقدر کش میدی بحث و حالا یه بحثی پیش اومد دیگه، نه من ناراحت نشدم، ولش کن، اینقدر سخت نگیر بحث و اینا رو، چقدر میشینی فکر میکنی به این چیزا، ذهن خودتو با این چیزا مشغول نکن و اینا. و من دوباره احساس کردم این دوباره داره منو تصحیح میکنه و دوباره داره مثلا ایراد میگیره ازم، حتی از عذرخواهی هم داشت ایراد میگرفت و خیلی حس بدی به من داد. بعد با خودم فکر کردم که هر آدمی مناسب توضیح دادن نیست و هر شخصی مناسب عذرخواهی نیست، یعنی انگار عذرخواهی هم جنبه میخواد و دقیقا میخواستم در مورد همین باهاتون حرف بزنم. عذرخواهی هم جنبه میخواد، عذرخواهی رو هم نباید از هر کسی کرد، هر کسی لایق عذرخواهی نیست. بچه‌ها بذارید من اینو اینوری بزنم که چیز نشه، شما این لباس هم هی خشخش میکنه. آره و اینطوری فکر میکردم که عذرخواهی هم انگار مناسب هر کسی نیست، مناسب نیست از هر کسی عذرخواهی بکنی، مناسب نیست برای هر کسی توضیح بدی حرفتو، منظورتو، و مناسب نیست با هر کسی حرف بزنی. هر جا احساس کردی که اصلا حس سنگینی از صحبت با هر کسی به هر دلیلی حس سنگینی توی مغزت ایجاد کرد، هر فکر اضافی توی ذهنت ایجاد کرد، هر وقت از یه نفر جدا شدی بعد شروع شدی به فکر کردن به این که فلان چیزو درست گفتم، اشتباه گفتم، فلان، این نشون میده که اون آدم احتمالاً قضاوتگری میکنه تو رو و تو از قضاوتش میترسی. البته این یه ذره پیچیده است. مثلا ممکنه که تو در کل از قضاوت ترسیده باشی چون قبلا زیاد قضاوت شدی، بعد میای با هر کی گفتگو میکنی دیگه میترسی که وای یعنی چه فکری کرد، من اینو گفتم چی شد، یعنی بعد برداشت کرد، درست برداشت کرد. این تبدیل به وسواس فکری درونت شده. یکم این هست که نه، تو میبینی با یه سری آدم ها هیچ مشکلی برات پیش نمیاد بعد از گفتگو، ولی با یه سری آدم ها تا صحبت میکنی، تا گفتگو میکنی، انگار مغزت سنگین میشه، همش از پیشش با یه مغز سنگین میای اینور، همش اینطوری که داری هی بالا پایین میکنی بحثتو، داری هی گفته های خودتو، گفته های اونو بالا پایین میکنی، احساس میکنی اذیت شدی، اما هی داری به خودت میگی نه آخه اون که چیزی نگفت، چرا من اذیت شدم و اینا. توی این شرایط تو واقعا اذیت شدی و خب آدم احتمالاً جوری صحبت میکنه که تو اذیت میشی و تشخیص دادن بین این دوتا یه ذره کار سختیه، اینکه آیا من اشتباه برداشت کردم یا این شخص واقعا آزاردهنده است. من اینجور مواقع میرم مثلا با 1-2 نفر از آدمای امنی که دور و برم دارم در مورد موضوع صحبت میکنم، مثلا موضوع رو بهش میگم ببین تو در مورد فکر منو فعلا بیخیال، میخوام ببینم مثلا تو از این موضوع با این گفتگو چه برداشتی میکنی، چه حسی بهت دست میده. و بعد وقتی که حسشو گوش میدم، اگه حسش مشابه حس من بود میگم خب پس منم به خودم حق میدم که این برداشت رو داشتم. نه اگه ببینم حسش با حس من خیلی فرق داشت، اون موقع دوباره در مورد موضوع فکر میکنم و خب حرفم با اون شخص امنی که رفتم پیشش میزنم. بهترین چیز اینه که با تراپیست حرف بزنی، ولی خب تراپیست گرونه، الان خیلی گرونه، من نمیتونم به همه توصیهش بکنم. اگه میتونید با تراپیست حرف بزنید، اون تراپیست مناسب، اون میتونه راهنمای درستی باشه. اگه نمیتونید از نظر مالی، آدم امنی پیدا کنید که مطمئنید قضاوت‌هاش تحت تاثیر دوستیش با شما قرار نمیگیره، یعنی چون دوستشی نمیگه آره بابا غلط کرده، منطقیه و
میتونه قضاوت عادلانه بکنه. میتونید از اینا کمک بگیرید. و خب وسواس فکری چیزیه که خیلی سخته. خیلی سخته و توصیه میکنم که هر جور شده پول دکتر روانپزشک رو جور کنید تا داروی مناسب رو بهتون بده. این وسواس فکری سرتون رو درد نیاره. وسواس فکری خیلی چیز تاریکیه، خیلی آزاردهنده است و بحث از کجا به کجا کشیده شد. خلاصه که آره، هر کسی ارزش گفتگو و هر کسی ارزش توضیح دادن و عذرخواهی نداره. یه سری آدم وقتی ازشون عذرخواهی میکنی هوا براشون میداره. یه سری آدما وقتی براشون توضیح میدی شروع میکنن به متهم کردنه، چون فکر میکنن که آره حتما یه کاری کرده که داره توضیح میده دیگه، و بعد اگه چیزی نشده باشم تبدیل به یه چیزیش میکنن و اعصاب شما رو خراب میکنن. و هر کسی مناسب این نیستش که ناراحتی رو بهش ابراز بکنی. و خب نمیشه اینو بدون اینکه بهش بگی تشخیص بدی. ولی بعد از یک باری که یه اتفاقی بینتون افتاد و هر کدوم از این چیزایی که گفتم و جداگانه باش تجربه کردی، میتونی تازه بفهمی که آیا مناسب گفتگو بود یا نه، آیا مناسب عذرخواهی کردن بود یا نه، آیا آدمی هستش که جنبه اینو داشته باشه من بهش بگم که من از فلان چیز ناراحت شدم یا نه. آره اینطوری هست. امیدوارم صدای بارون بیفته. خیلی روز قشنگیه. خب من قرار بود توی یه روز اون ولاگ رو ضبط کنم، ولی تا یه چند روز ضبطش کردم به خاطر اینکه این وسط مادر بزرگم فوت کرد و من چند روز نتونستم هیچ کاری انجام بدم. توی مراسم بودم و خب هیچی نتونستم ضبط بکنم. الانم بدون میکروفون دارم حرف میزنم باهاتون. شاید بپرسین چرا خوشحالی مادر بزرگت فوت کرده، یا مثلا چرا اصلا در اون حد غمگین به نظر نمیرسی. حقیقتش خب خیلی سنش بالا بود، خیلی بالا که 100 و خورده ساله نبود، نزدیک 90 سال. و خب ناراحتم، اما نمیدونم گریه نمی کنم یا اینجوری نیستم که، چون روزای آخر حالش خیلی بد بود و من مریضی شدیده بودم و اصلا این چند سال اخیر اصلا شرایط جسمی خوبی نداشت و من خیلی دلم براش میسوخت و هیچ کاری هم از دستم براش بر نمیومد و واقعا داشت به سختی زندگی میکرد، کمر درد و بدن درد و اینا. و خب حقیقتش نمیتونستم کاری براش بکنم. حالم بد میشد، میدیدمش اذیت میشدم، ناراحت میشدم واسه اینکه تنها میمونه، واسه اینکه نمیدونم سخت زندگی میکرد دیگه. پیری سخته، البته پیری همه سخت نمیشه، ولی خب مراقب بدن نباشی توی پیری خیلی سختی میکشی. برای همین واقعیتش وقتی شنیدم که فوت کرده یه جورایی گفتم که واقعا راحت شد و برای همین از اینکه یهو بدنش آروم شده یه حالت آرامشی هم به من دست داد. اینجوری بودم که آخرش دیگه عذاب نمیکشه. برای همین در کنار اینکه برای خاطره هایی که توی خونش داشتم با خودش داشتم ناراحت میشم، ولی از جهتی خیالم از بابت اینکه دیگه اون سختیار نمیکشه راحت شد. به هر حال مرگ برای همه هست و خب پذیرشش چیز سختیه. خب
میخوام با یه نتیجه گیری و یه جمع‌بندی به این ولاگ پایان بدم، این ولاگ رو تمومش کنم و حداقل از حرفام یه نتیجه‌ای به شما بدم، بتونم یه راهکاری که خودم بهش فکر میکنم و با شما هم به اشتراک بذارم، شاید به دردتون بخوره. چیزی که بحث کردن با این دوستم و آدم‌های مختلف، گفتگو باهاشون و بودن توی اجتماع و کنتاکتایی که باشون داشتم بهم یاد داد و نتیجه‌ای که بهش رسیدم این بود که من میتونم توی اجتماع با آدم‌ها تجربیاتی رو به دست بیارم، باهاشون در ارتباط باشم. در نتیجه اون ارتباط میتونم یه شناخت ازشون داشته باشم، بدونم مثلا این آدم موقع شوخی چجوریه، موقع سفر چجوریه، موقع بحث کردن چطوریه. آدمی هستش که مناسب بحث باشه، آدمی هستش که مناسب گفتگو باشه، آدمی هستش که مناسب سفر باشه یا نه. بعد طبق این شناختی که ازش به دست آوردم انتخاب بکنم که این آدم قراره توی زندگیم توی چه بخشای حضور داشته باشه، توی چه بخشای حضور نداشته باشه، چه میزان باید توی زندگیم حضور داشته باشه، چه میزان نباید حضور داشته باشه. آدمی هستش که باید کلاً کنار گذاشته بشه یا اینکه نه، میتونه توی بخشایی از زندگی من حضور داشته باشه. بعضی وقتها آدم‌ها عمدی یک چیزهایی رو انجام نمیدن که ما رو ناراحت بکنن، اما باعث آزارمون میشن. چه این افرادی که ما باهاشون در ارتباط هستیم یه سری حرفا رو عمدی زده باشن یا یه سری کارها رو عمدی انجام داده باشن که ناراحتمون بکنن، چه اشتباهی یا به خاطر مشکلات رفتاری که دارن باعث ناراحتی ما شده باشن. مثلا ممکنه یه نفر بیشتر وقتا شوخی‌های بیجا میکنه، بهش میگن شوخی‌های سمی، خودش حالش نیستا ولی باعث آزار تو میشه. ممکنه یه نفر اصلا آدم آزاردهنده‌ای نیست اما تو ازش احساس آزار میکنی، تو ازش حس بد میگیری. اون وقت باید ارتباطت با این آدم رو محدود بکنی، مجبوری که این کار رو بکنی، وگرنه این ارتباط یه ارتباط آسیبزا میشه، چون تو مدام داری ازش ناراحت میشی، اون مدام داره تو رو ناراحت میکنه. اون میترسه دیگه با تو حرف بزنه، تو بدت میاد که باهاش حرف بزنی. یه رابطه خیلی سمی میشه، یعنی هر موقع همدیگر ببینید هر دو با حس بد از هم دیگه جدا میشید. اون فکر میکنه تو بی جنبه‌ای، تو فکر میکنی اون بیشوره. واقعیت اینه که همه ما یه سری ویژگی ها داریم، متناسب با اون ویژگی ها برداشت میکنیم، متناسب با این برداشت ها خوشحال، ناراحت، غمگین، نگران، ترسیده یا یکی از اینا میشیم. باید به حسامون احترام بذاریم. در هر صورت چه آدم ها واقعاً و دانسته بدی بکنن، چه ناخواسته باعث حس بد در ما بشن، اون حسه وجود داره و به وجود اومده. اینکه تصمیم بگیریم در مورد این حس با اون آدم صحبت بکنیم یا نه، بهش بگیم که چرا حس بد گرفتیم، از چه چیزی حس بد گرفتیم، انتخاب ماست و انتخاب ما بستگی به این داره که با خودمون بسنجیم ببینیم آیا این آدمی هستش که من بتونم بهش بگم. همونجوری که اول ویدیوم گفتم، بعضیا مناسب گفتن نیستن، بعضیا مناسب این نیستن که تو بهشون بگی، چون بلد نیستن گفتگو رو، بلد نیستن بشنون یکی بهشون بگه که من از فلان چیز ناراحت شدم و بعد بهت بگه که مثلا حالا اشتباه برداشت کردی، نه منظور من این نبود، اگه اینطوری باعث این برداشت شدم حالا عذرخواهی میکنم. نمیگن، تو رو محکوم میکنن، میگن بابا بی جنبه‌ای، نمیدونم خب حالا تو هم سخت نگیر فلان، چقدر تو مثلا به ترکی میگیم سازباز، به فارسی چی میشه؟ از همه چیزی حرف در آوردن و اینا، خاله زنک مثلا، چقدر خاله زنکی، چقدر زود رنجی و بدتر مغز آدم رو سنگین میکنن. این انتخاب ماست که ببینیم که به این آدم ها میشه گفت یا نه، چقدر نزدیکیم به این آدمه، اصلا میخوایم بهش بگیم. انقدری مهم هستش که بخوام توی زندگی نگهش دارم و برای همین دوست دارم باهاش گفتگو بکنم تا این مشکلمون حل بشه و من بتونم باهاش در ارتباط باشم یا نه، برام مهم نیست.
اگه مهم نیست که خب خیلی راحت بذارش کنار. اگه مهمه باهاش گفتگو کن، بعد ببین چه واکنشی نشون میده. ممکنه واکنشش اینجوری باشه که تو بگی خب واکنش درستی نداشت و نمیخواد این مسئله رو حل بکنه و من دیگه کاری از دستم بر نمیاد. نهایت کاری که ما میتونیم بکنیم گفتگوه، بیان حسمونه، حسی که چه اشتباه به وجود اومده باشه چه درست برای ما به وجود اومده و چون به وجود اومده به نظر من واقعیه، چون وجود داره درون من وجود داره پس واقعیه. حتی اگه به اشتباه به وجود اومده باشه پس معتبره، حتی اگه به اشتباه به وجود اومده باشه چون وجود داره. اگه غمگینم وجود داره، اگه ترسیدم وجود داره این حس. پس به خاطر این حسا باید با هم دیگه حرف بزنیم و اجازه بدیم آدم ها توضیح بدن. بعد اگه دیدیم که نه حسه رو بدترش کرد، خب دیگه نمیتونم با این آدم ارتباطمون بیشتر از این صمیمی نگه دارم و خب کاری از دست من بر نمیاد، در نهایت ارتباط کم رنگ میشه. اما مهمترین چیزی که توی ارتباط مهمه گفتگوه و جنبه شنیدنه. و وقتی کسی یه حسی رو داره و میاد به ما میگه که این حرفت باعث این حس در من شد و من فلان برداشتو کردم، چون اون حرف از دهن ما بیرون اومده، چون اون حرف مال ماست، چون اون رفتار رو ما انجام دادیم، به نظر من وظیفه ما هم اینه که گوش بدیم و براش توضیح بدیم که نه حس بدی گرفتی، اشتباه فکر کردی و اینا. در مقابل بعضیا هم زیادی زود رنجن، هی میان میگن مثلا آره فلان کارت من همش دارن ناراحت میشن. یه طرف دیگه قضیه اینه که این آدم ها هم اگر خودشون گوش شنیدن نداشته باشن سمیان و زیاد نمیشه باشون در ارتباط بود. در نهایت به هر طریقی که شده به هر حال ارتباط کم کم از بین میره. اما گفتگو خیلی مهمه. حرف نهایی اینه که گفتگو خیلی مهمه، اما هر آدمی برای گفتگو مناسب نیست، مخصوصا که توی اجتماع ما گفتگو کردن اصلا یک فرهنگ نیست و آدم ها ترجیح میدن برن در خفا پشت سر هم دیگه اگر ناراحتن به یکی دیگه گلایه بکنن تا اینکه با خود شخص رو در رو حرف بزنن. و خب تا این فرهنگ بشه خیلی سخته. یکی از دلایلی که این ولاگو میخواستم ضبط بکنم همین بود که در مورد فرهنگ گفتگو کردن یه چیزایی بگم. احتمالاً توی ولاگ‌های بعدی در مورد فرهنگ گفتگو کردنم بخوام حرف بزنم. فعلا تا یه ولاگ دیگه، خداحافظ دیگه. امیدوارم که این ولاگو دوست داشته باشید. نظرتون رو بهم بگید.